3 تا از بزرگترین اشتباهات در شماره گذاری رو میخوام بهت یاد بدم. مساوی رو میزنن، سکونس رو فراخوانی میکنن، مینویسه 15 پارانتز بسته اینتر. فکر میکنه این روش درسته در حالی که غلطه. یا مساوی رو میزنه رو پارانتز بسته منهای 2. اینجا دبل کلیک میکنه. این روش هم غلطه. یا اینجا مینویسه 1 2 دوتا رو انتخاب میکنه، دبل کلیک میکنه. همه این روش های اشتباهه. چرا؟ چون اگه من اینجا سپه رو انتخاب بکنم شماره ردیف ها اشتباهه. درستش چیه؟ بیام اینجا مساوی رو بزنم تا به ساب توتال رو فراخوانی بکنم. 3 رو بزنم. چرا 3؟ توی کپشن برات نوشتم. بعد محدوده نام خودم رو میشه F3 F3. فقط حواسم هست F3 اولی رو یه F4 میزنم. اینتر. اینجا اگه دبل کلیک بکنم و الان بیام سپه رو فیلتر بکنم فقط روش 4 درست جواب داد. خوشحال میشم ما رو با لایک، سیو، کامنت حمایت کنید.